ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان است و درود خدا بر نبی اکرم محمد و آل و اصحاب نکوکارش. خوب است نخست گفتارمان را درباره زندگانی پیامبر با یادآوری از نسب آن بزرگوار درود خدا بر او و آلش شروع کنیم. او محمد پسر عبدالله پسر عبدالمطالب، اسم اصلی عبدالمطالب شیبه ابن هاشم و نام هاشم عمرو ابن عبدالمناف ابن قصی ابن کلاب ابن مراد ابن کعب ابن لعی ابن غالب ابن فخر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه و همین طور تا عدنان تا اسماعیل علیه السلام پسر پیامبر بزرگوار ابراهیم خلیل الله علیه السلام ادامه می‌یابد. هاشم پسر عبدالمناف سخاوتمند، شجاع و ظاهراً بسیار زیبا بود. مثل برادرانش و تجارت شغل داشت و در بین مردم صاحب احترام بود. و شرافت او مکه از نقطه خرد سودا به مرکز سودا مبدل گشت. هاشم راه‌های وسیع تجاری دولت‌های روم و فارس را شنیده بود و بعد از واخوری با امپراتور روم اجازت گرفت تا مردم قریش نیز با آنها تجارت کنند. هاشم برگشت. چون در بین مردم عرب احترام خاص داشت و صاحب منزلت بزرگ بود، او توانست شرطنامه تجاری را در بین مردم عرب از مکه تا شام به امضا رساند. قریشی ها نیز تجارتشان را چنین آغاز کردند و از این در قرآن کریم خبر داده شده است. سپس با قبیله های افریقا، حبشه، یمن و هرا شرطنامه ها بستند و سرحد تجارتشان وسیع‌تر گردید. قریشی ها تجارتشان را به دو سمت براه ماندند: تابستان به شام و زمستان باشد به یمن. مردم نقل میکنند که امپراتور روم از هاشم درخواست نمود تا او با دخترش ازدواج کند و هاشم به غزه گریخت و در آنجا وفات کرد و به خاک سپرده شد. برای همین نام شهر را غزه هاشم گذاشتند. پیش از این هاشم در مکه زنی داشت و صاحب 3 پسر بود: نزلت، ابوسیف و اسد. هاشم در یکی از سفرهایش به شام با دوست خود عمرو پسر زید سردار قبیله خزرج در یثرب واخورد و با دختر او سلمه ازدواج کرد و صاحب پسری شدند شیبه ابن هاشم. چنانی که گفته شد او در غزه فوتید و در آنجا به خاک سپرده شد. اهل مکه بسیار برایش غمگین بودند و شیبه همراه مادرش در یثرب تنها عمر به سر می بردند. مطالب طبق وصیت برادرش هاشم به یثرب رفت و برادرزاده خود شیبه ابن هاشم را به مکه آورد. این جوان آورده مطالب و زودی به اهل مکه پسند آمد. چون مطالب پیر شد، شیبه یعنی عبدالمطالب سرور مکه تعیین گردید و تنها یک پسر داشت که نامش حارث بود. عبدالمطالب مکه را راهبری میکرد و مردم عرب برای اخلاق نیکش او را دوست می داشتند و احترام می کردند. باری عبدالمطالب از غیب صدای را شنید: مکانی پاکیزه را جویاشم عبدالمطالب. پاکیزه؟ این چی است؟ چاه احسان را بکن. احسان؟ چاه پوشانیده شده را بکن ای عبدالمطالب. چاه پوشانیده شده؟ آخ خدای کعبه، این چی صدایی است که من میشنوم؟ زمزم را بکن. زمزم؟ چی از زمزم؟ چاهی است که هیچگاه خشک و افلاس نمیگردد. تمامی زیارت کنندگان را سیراب می‌گرداند. در مکان افلاسی ها آنجا که زاغ‌ها نور میزنند جایگیر است. زمزم را می‌یابم. حارث، رفتیم پسرم، چای زمزم را میکنیم.
این چاهی مادرمان هاجر و پدرمان اسماعیل است. زود باش. ای مردم قریش، با اینجا بیایید. ببینید که چیکار میکنن در بین عیسی و نیلی. ای اهل قریش، مغیره. چی گپ شد ای امیه؟ عبدالمطالب پسر هاشم در بین عیسی و نیلی چاه میکنند در نزدیکی کعبه، در مکانی که 4 پایانمون رو قربان میکنه. نمیگذاریم که او این کار را کند. مردم زود قریش باش. بشتابید. یک طرف استید. عبدالمطالب، یک طرف تو چی کار میکنی ای عبدالمطالب؟ عبدالمطالب، شما چی میخواهید؟ ما نمیگذاریم که ای عبدالمطالب در بین خدایان ما عیسی و نیلی تو چاه میکنی. این مکان قربانگاهی ما و پدر و باباهایمان است. قسم به خدا من این جای را میکنم. مگر شما نمیبینید که زمان اینجا چاه بوده است؟ بیکن هاریز. مایلش پدر. ما برای جنگ کردن آماده ایم عبدالمطالب. خاتمه ده این کار را. هرگز خاتمه نمیدیم. عزیزم بیا این کار رو نکن. ما با تو جز نیکی دیگر چیزی نمیخواهیم. در مکه چاه‌های زیادی موجود است. بدر هست، سجله هست و باز دیگر و دیگر. هر کدامی رو که بخواهی برای خود بگیر. یا اینکه در دیگر مکان جویا شو ما هم برای کندنت کمک میکنیم. و من امر شد که این جای را بکنم. کی تو را امر کرده است عبدالمطالب؟ صدای مرا در خوابم امر کرد که اینجا را بکنم و این کار را باید انجام دیم. خلال نرسانید با من. ما به تو اجازه نمیدیم. اینجا ما قربانی میکنیم. بس کن این کار را. تو هم مثل ما یک مرد عادی هستی. با چی ما را تهدید میکنی؟ یا خدای کعبه، من چرا میبینم؟ وای بر ما چیکار کردیم؟ شاید خواب دیده اش راست باشه. شاید در زیر آن آب است عبدالمطالب. این دفینه است. دفینه قبیله جیهون که هنگامی آنها را از مکه راندن کنده بودند. یوسیپر، آهو، همه‌اش از طلاست. نه این را تقسیم میکنیم عبدالمطالب. وای بر شما، چرا تقسیم میکردیم در صورتی که این را من پیدا کردم؟ نه چون این نمیشود. فراموش نکن که ما هم در این داریم حق. مردم قریش، اگر من قوم هاشم را جیغ زنم در حال به اینجا می آیند و شما چیزی را از من گرفتن نمی توانید. ای مردم قریش، آنچه که در پایان تر است بهتر از این می باشد. برای همین مرا به حالم گذارید کارم را اجرا کنم. غمگین نشوید، شما هم حقتان را می گیرید. چه خیل؟ قره می کشیم. نیستش از من و شما، نصف دیگرش از کعبه. ما راضی هستیم عبدالمطالب. ما نیز راضی هستیم عبدالمطالب. کندن بگیر زمزمت رو. اینجا آب است. ببینید مردم قریش، این آب زمزم است. چشمه پدرمان اسماعیل و مادرمان هاجره زیارت کنندگان را سیراب میگرداند و هیچگاه خشک نمی شود. خدا اجرت را بدهد عبدالمطالب ای سرور مکه. سپس عبدالمطالب جواهرات را به نزد دانای مکه برد تا قره کشی کند. با کشیدن قره همه جواهرات نصیب عبدالمطالب شدند. طلای 2 آهو را برای زینت بخشی در خانه کعبه و این چنین برای تیار کردن قلف و کلید طلای صرف کرد. بعد از این با خدا عهد بست اگر صاحب 10 پسر شود یک تای آن را حتما قربانی خواهد کرد. آن زمان زنی با نام سمره العامریه داشت. بعد از او با 4 زن دیگر ازدواج کرد و از آنها صاحب 10 پسر شد. بنابر عهدی که داشت در بین پسرانش قره کشی کرد و قربانی به پسر دوست داشتهش پدر پیامبر اسلام درود خدا بر او و به آلش راست آمد. زمزم عبدالمطالب
میریزم نجات دیوانه شده است. نمیگذاریم که این کار را بکنم مگر دیگرها هم تکرار میکنم. پسری خوب هستی عبدالله که امری پدرت را رد نکردی. نه این کار را نکنید. خواهش میکنم نکن این کار را نکن. پدر خواهش میکنم این کار را نکنید. من عهد کردم و هیچگاه عهد شکنی نمی کنم. ای عبدالمطالب ای سروری مکه این کار را نکن آخر. این کار را نکن عبدالمطالب. این کار را نکنید ای سروری مکه. عهد من چی می شود یاری قریش؟ عبدالله عموزاده ای من است. قسم به خدا من نمیگذارم این کار را بکنی. عهد من مغیره عهد شکنی نمی کند عبدالمطالب. این کار را نکن عبدالمطالب. عبدالله را رها کن. آخر او جگربند تو است. آزیرا، آزوبی، حاریس، عبدالمناف، وای بر شما آخرین برادرتان است. عبدالمطالب مرا گوش کن برادر. بیا این کار را نکن وگرنه رسم و رسوم قریشی ها میگرده. مگر تو کسی نیستی که مردم از تو عبرت میگیرن؟ تو را به خدا این قربانی را انجام نده. شاید راهی دیگری موجود باشد. برای این قربانی هر قدر پول و مال لازم باشد ما میپردازیم. شما چی ها میگویید اهل قریش؟ چی ها میگویید؟ آخر من پسری هاشم شخصی نیستم که به عهدم وفا نکنم. عهدی که به خدای کعبه دادم چی می شود؟ آخر او با رویایی که از روز روشن‌تر بود مرا گرامی داشت. بیا به نزد دانای حجاز میرویم. از او درباره این کار میپرسیم. اگر امر به کشتن کند پس عبدالمطالب اون را بکش. ولی اگر علاج در این کار ما یابیم و یا راه دیگری موجود باشد آن را قبول کن. به خدا سوگند او محبوب ترین فرزندی من است. آنگاه که به او گفتم رفتیم من تو را قربانی خواهم کرد، او گفت با جان و دل پدر رفتیم و همراه من روان شد و لحظه ای تأخیر نکرد. شترها را آماده کنیم تا برویم نزد دانای حجاز. شاید او راهی حلش را پیدا کند. ای خدای کعبه عبدالله را نجات ده. قول میدهم زر و زیورم را صدقه میکنم. ای خدای کعبه بندت عبدالله را نجات ده. عهد میدهم که به وزن موی پایم زر و زیورم را صدقه میکنم. کارهای ساختمان در بنای قله است چطورند ابن مقصود؟ در مرحله انجامیابی است سرورم. به زودی مظلومان نجران را به آنجا میکشانم. آنجا معبدخانه قلیس می شود که با بزرگی و حشمت خود بزرگترین نشانه در روی زمین خواهد شد. این کالیسای مظلومان نجران میگردد که زنوس آنها را آتش زد؟ بله، همه زیارت کنندگان به آنجا خواهند رفت. ولی اعراب در مکه حج را انجام می‌دهند و میگویند جناب ابراهیم این خانه را بنا کرده است و آن را مسجد الحرام مینامند. وای بر حالشان. آنها مردمی بت پرستند. حالا وقتی آن رسیده است که باید همه اعراب دینی مسیحی را قبول نمایند، چنانی که مردمی نجران این کارا کردند، مثل مظلومان نجرانی که در میانشان بابای ما حاریس بود. هرچه زودتر ساختمان کلیسا را به آخر رسانید. چون ساخته شود زیارت کنندگان را به آنجا خواهم فرست. این کار را چطور میکنید ای سرورم؟ کلیسا که ساخته شد بعد از آن میگویم. چی خبر است عبدالمطالب؟ عبدالله نجات یافت. چطور؟ آرام شو زنک، من نفسم را راست کنم.
ما نزد دانای حجاز بودیم. او از ما پرسید خونبهای شما چقدر است؟ ما گفتیم 10 اشتر. او گفت قوره کشید بین 10 اشتر و پسرتان تا زمانی که پروردگارتان قربانیتان را بپذیرد. چقدر قربانی میکنیم؟ برای عبدالله لازم شود دارایی خودم، دارایی بنی هاشیم و پسران مطالب را قربان میکنم. حتی دارایی عبدالمناف و کل قریش را هم. اشترها را می افزاییم تا زمانی که خداوند قربانی من را بپذیرد. به ما رحم کن ای خدای کعبه. من باز زن میگیرم. هرچی میخواهی بکن سرورم، فقط خونبهای عبدالله را قربانی بکن. زودتر. جانم قربان عبدالمطالب، جانم قربان سرور مکه. فردا ما در خانه کعبه وا میخوریم. این از عبدالله و این از اشترها. پرتا قره ها را زودتر، پرتا قره ها را زودتر. عبدالله ای خدای کعبه، قربانی را به جای عبدالله بپذیر. عبدالله باز اضافه کن. پرتا قره را. عبدالله 10 اشتر دیگر علاوه کن تا پروردگارم رضا شود. ای خدای کعبه رحم کن. چه خبر است حارس؟ حالا هم قوره میپرتایند. قوره در کفتید. پروردگاری کعبه، صاحب این خانه، قربانی را برای برادرم عبدالله بپذیر و اشترها را برای عهد پدرم قبول کن. ما همه سوگند یاد کردیم اگر برای این عهد لازم شود تمام دارایی مطالب و خاندان هاشم را هم خواهیم بخشید. عبدالله علاوه کن تا رضا شدن پروردگار عبدالمطالب. اشترها را ما به خدمت حاضریم پروردگار. ما به خدمت حاضریم پروردگار. سپاسگزاری پروردگار کعبه. ای اهل قریش شادی کنید، شادی کنید. فرزندان هاشم عبدالله نجات یافت. 100 اشتر را در نزد کعبه قربانی میکنیم. در کوچه و کوی و در هر جایی که نباشد همه میتوانند گوشت قربانی را بگیرند، چه انسان باشد، چه جن، چه پرندگان و چه درندگان. خدا از تو راضی باشد. قسم به خدا هر کاری که شد احترام پروردگار خانه کعبه به عبدالله بود. او سبب شد که مردم مکه و زیارت کنندگان از این قربانی بهره ببرند. ای اهل قریش، پسران هاشم، خودی امشب دختری وهب آمینه را برای عبدالله خواستگار می شود. گوش کن اسود، چون ساختمانی کلیسا به انجام رسد در حال به کعبه لشکر کشیده نابودش می سازم. به خربار سنگ آنجا را مبدل می گردانم. زیارت کنندگان را به جانب کلیسای خودمان رهسپار می کنم. آنها را به این مجبور می سازم. اگر آنها رد کنند و دوباره کعبه را بسازند چی؟ باز نابودش می سازم. من لشکرهایم را تا به شمال می کشانم و سرحد شاهیگریم را تا حجاز و حتی تا ویزانتی پهن می کنم. آنها را مجبور می سازم تا دین مسیح را قبول کنند. ولی ویزانتی او در این باره چی فکر می کند؟ عصر هاست که آرزو می کنند. آنها آرزوی آن را دارند که بحر سرخ را آبنبار خود بگردانند. هر کسی که در ساحل‌های آن زندگی کرد دین آنها را قبول می کند
برای ویزانتی ها چه از طرف خشکی چه از طرف بحرها راهشان به هندوستان کشاده می گردد. راه های تجاری خود را توسط هندوستان و چین انجام می دهند و صاحب اختیار می گردند. ای اسود، شاهان این گونه فکرها می کنند. این کارها را دستان من انجام خواهند داد. ولیکن حبشه چی، شاهش چی سرورم؟ وای بر تو اسود، شاهی حبشه چیکار کرده می تواند؟ شاه ابرهه تنها ظاهرا از او پیروی می کند، باطنا میلش با ویزانتی است. من غلام ویزانتی در دالیسه بودم و تا حال دلم به آنهاست. نقشه هایم ویزانتی را قسم قسم می کند. بشتاب اسود پسری مقصود. عرب ها با کلیسای ما می آیند، زیارت و تجارت می کنند. سپس می بینی که من شاهی آنها ابرهه. این روز را ما هم انتظاریم سرورم. ای اهل قریش، شما سروران مکه هستید. ما از نسل لؤی بن قصی پیکای ها هلاک گردیدند. هاشم نیز وفات کرد که در غزه دفن شد. سپس مطالب که در یمن وفات کرد. سپس نفیل که در عراق ففتید و آنجا دفن شد. و بعد این عبدالشمس که در شرق شام هلاک کرد. نیکو آن است که حالا تو در بین مای عبدالمطالب. ما همه صاحبان خانه کعبه ایم. تو سرور مای عبدالمطالب. منت دارم از شما. از زمان بابایمان قصی ما آیین خوبی را پیشه کردیم. خیرخواهی و عدالت پیشگی، حقیقت پرستی و مظلومان را کمک کردند. لیکن در زمان پدرمان هاشم عادتی بدی پیدا شد که او را غمگین کرده بود. چگونه عادتی بد عبدالمطالب؟ پدرم هاشم مردم قریش را نزد خانه کعبه گرد آورد و گفت بعضی از مردم قریش امروز زن و فرزندانشان را گرسنه و تشنه در خانه هایشان محکم کرده مرگ را انتخاب می کنند و طلبندگی را نه. سوگند به خدا این عادتی بدی است. نباید مردم قریش چنین عادتی بد را پیشه کنند. افسوس، لیکن عادتی بد در بین مردم قریش خصوصا کنانی ها و دیگر مردم مکه پنهان شده است. سوگند به پروردگار کعبه این کاری را که انجام می دهند جز بی عقلی چیزی دیگری نیست. چه پیشنهادی دارد ای سروری مکه؟ باید گفته شاعر مطروح الحوزی را بکنیم. بپیوند دارا و فقرا را تا فقرا حس ناداری نکنند. به سنت پدرم هاشم باید برگردیم. هر دارا باید برادر نادارش را کمک بکند. آنگاه می‌بینی که در مکه گدای باقی نمی‌ماند. مسافران و غلامان که در مکه و اطراف آن زندگی میکنند حال آنها چی میشه؟ نفرانی که با زیارت کعبه آمدند و با هر راه و بهانه و یا نفرانی که با مشکلی پیش آمده اینجا ماندند چی میشه؟ گپ زن، چی کار میکنی؟ با فقرا و غلامانی که دستگیر و خویشاوندی ندارند از قربانی های کعبه تام میدیم. و جای لباس باشد بازمانده لباس قریشیان را استفاده میبریم. اهل قریش، سایگان کعبه، اعراب شما عبرت می آموزد و غلامانتان ظلم نکنید. ای اهل قریش، بیایید به گرسنگان طعام بدهیم تا از گرسنگی باز ما را نخورند. تو چی ها میگویی؟ بس کنه پسر جوزون، تو در کاسه طلایی خوراک میخوری. در حجاز از تو ثروتمندتر کسی نیست. بیا مانه. به خدا این کاری پیشه گرفته قصی و هاشم و سروری مکه عبدالمطالب آبرو و اعتباری بزرگ است. من دیگ‌های کلان را آماده کرده پر از طعام میکنم. بگذار حاجتمندان بیایند و از آن بهره ببرم. تا آن زمانی که قوت دارم به حاجتمندان کمک میکنم.
تو سخاوتمند هستی ابن جوزون. ای سروران اهل حرم، زیارت کنندگان خانه کعبه را خوب بپذیرید و احترام بکنید. عبرت آموزی مسافران خانه خدا باشید، چی در راستقولی، سخاوتمندی و چی در مناسبت نیکو. ای سروری مکه، حق را گفتید. درود بر شما سرورم. با تو چه شد اسود؟ غمگین و قهرآلود می نمایی. چه خبر است؟ ناخوشی سرورم. چه خیل ناخوشی؟ نفری از فرزندان کنانه از قبیله قریش که بت پرست است در معبد کاری بدی را انجام داد. شف نکن اسود. بگو چی کار کرد؟ او در داخل کلیسا نجاست پرداخت. این هم بهانه است عین مدعا. هیچ کم نه اسود. ما دنبال بهانه می گشتیم برای حمله به حجاز و نابود ساختن کعبه. به خدا قسم این بهانه خوبی است برای عملی کردن نقشه هایمان. اینجا بیا کنانه. اینجا بیا. در شهر ما مگر کاروانی از مکه نیست؟ هست سرورم. در یمن همه وقت تاجران مکه موجودند. نفرشان را نزدم بیاور تا بفهمم کعبه برایشان چه اهمیتی دارد. از آنچه ما برایشان نقشه کشیده ایم مبادا پی ببرند. آنها چیکار کرده می توانند؟ قسم به خدا چنان لشکری را بر ضدشان می تازم که در برابرش ایستادگی نتوانند کرد و می بینی که به هر طرف گریزانند. آنها گنجشکانی را می مانند که عقاب بر بالایشان حمله کرده است. گوش کن اسود. مگر همه آنها کعبه را گرامی می دارند؟ بله، جز اندکی از آنان. این هم قومی حاریس فرزندان نجران که دینشان مسیحی است، یهودی های یسری، فدک و خیبر و بعضی از قبیله حدم. من میدانم که مسیحیت در بین قبایل عرب پهن شده است. غیر از این خانه آنها را باز چی وادار ساخته است که آنجا را اینقدر گرامی می‌دارند؟ این خانه را خانه ابراهیم و اسماعیل میپندارند. قبایل بت‌هایشان را به آنجا میبرند و این خانه را به نهایت گرامی می‌دارند. چقدر گرامی؟ حاضرند برای آن جان فدا کنند. اگر چنین است یک تاجر قریش را نزد من آرد. چی کاری بده را انجام دادی؟ مگر نمیدانستی که یمن مکان تجارت زمستانه ماست؟ اکنون چیکار میکنیم؟ مبادا ابرهه خشمگین شود و این کاری بده که در کلیسایشان انجام دادی. چی بدبختی را به سر کنانیان و مردم قریش آوردی؟ تصور نکردنی است. شنیدم مردمی را که معبد ابرهه را تعریف میکردند و میگفتند او مردم عرب را مجبور به آنجا میکشاند. این کار را به آن خاطر کردم که بفهمند مردم عرب جز خانه کعبه دیگر جایی را گرامی نمیدارند. وای بر تو، زود به سوی مکه بشتاب پیش از آن که سربازان ابرهه تو را دستگیر کردن نابود سازند و صاحبان مکه را از این واقعه خبردار بکن. دفع شو از اینجا که دوباره نبینود دیوانه. راه دیگر میخواهم عبدالمطالب را ببینم. او برای ما نیکی های زیاده کرده است و پاداش نیکی باید نیکی باشد. بشتابیم.
شما کی هستید؟ من هونت همیاریم، فرستاده شاه ابرهه. شاه؟ از من چی میخواهد؟ نزد او میرویم. چرا؟ حادثه رخ داده است یا با ما تجارت کردن میخواهد؟ من شاه نیستم. به نزدش که رفتیم خواهی دانست. مایلش شوند. کارهای خودم را در کاروانسرا به انجام رسانم، بعد میرویم. نامت چیست؟ هشام پسر مغیره. پیش در هشام. نزد شاه میرویم. صبر کن خودم را آماده سازم. مایلش زودتر. درود بر شما عبدالمطالب. فرزندانم چه حال دارند؟ خوبند، در خانه اند. اگر پسر به دنیا بیاید نامش را حمزه میگذارد. خدا برایتان هر چی میخواهید همان را دهد. بنشین حلیه. عبدالله و آمینه چه حال دارند؟ فکر میکنم بهترین ازدواج بین آنها بود. از آنها نسل نیکویی به دنیا خواهد آمد. خبری را تا امروز از شما پنهان داشتم. اکنون میخوام برایتان نقل بکنم. بگو حلیه، نقل کن. تو از همسرهایم خردتری، مادری فرزندان خردی منی. از پروردگار خانه کعبه آرزوی آن را دارم که از فرزندانتون خوشنود باشید. خوب حلیه، چیزی گفتنی بودی درباره آمینه و عبدالله؟ درباره عبدالله، شما میدونید رقیه دختر نوفل دوگانه‌ام را. ما هم دیگر را احترام میکنیم. رقیه دیر باز از خانه نمی براید. اگر گاهی از خانه براید هم رو افتاده، چشمانش دویم غمگین و اشک‌آلود است. با او چی شده است حلیه؟ او از خاندان صاحب احترام است. برادرش ورقه حقیقت پرست و جوانی نکوکار است. من همین خاندان را دوست می دارم. اکنون بگو به رقیه چی شده است؟ باره با او گفتگو کرده. سبب غمگین بودنش را پرسان شدم. تا حقیقت را نگفت او را رها نکردم. عجب سخنهایی میگویی. کو بگو با او چی شده است؟ زمانی در قریش از او دختر خوشبختری را ندیده بودم. آن روزی که عبدالله را قربانی میکردی، او چادر خانه کعبه را داشته گردی آن طواف میکرد و چون عبدالله نجات یافت شادیش را حد و کنار نبود. آن روز از او خوشبختر من کسی را ندیده بودم، اما آن خوشبختیش دیر دوام نکرد. او عبدالله را دوست می‌دارد؟ بگذار با عبدالله ازدواج کند. منتظری چی است؟ ما سروران مکه ایم. کی از ما بیش از یک مراتب ازدواج کرده است؟ بعضی از مردها با 3-4 زن ازدواج کردند. مثلا مسعودی ثقفی 10 زن دارد. او چی را انتظار است؟ این را میدوند، اما اکنون نمیخواد با عبدالله ازدواج کند. عبدالله این ازدواج را پذیرفته است؟ بله، اما رقیه رد کرده است. حلیه، تو چیزی را از من پنهان می‌داری. رقیه به من گفت آنگاه که عبدالله از خانه کعبه برآمد دیدم در چهرهش نور می‌درخشید. او را به نزد خود خواندم و از او خواستم با من ازدواج کند، ولی او مرا رد کرد و با آمینه دختری وهب ازدواج کرد. دیر نگذشته عبدالله خواست که با من هم ازدواج کند، اما من رد کردم، زیرا آن نوری که در پیشانه‌اش می‌درخشید او با آمینه الکی تحویل داده بود. به خدا خبری مهم است. چه نوری را در پیشانه عبدالله دیده باشد؟ از این ازدواج چی را انتظار بوده است؟ من نمیدونم عبدالمطالب. او درباره چیزهای سخن میرون که من چیزی نفهمیدم. عجیب سخن میکرد، گویا که چه حادثه رخ میدهد و اشک میریزند.
از برای خدا با او گفتگو کن و با سخنانش خوب گوش بدی که چی میگوید. آمینه چیزی نگفت؟ آمینه به من گفت که بسیار در حیرت است. از چی در حیرت مند است؟ او گفت زنها میگویند که دوران حمل آنها را اذیت میدهد. زود خسته میشوند. برای بعضی زنان برداشتن حمل مشکل است، اما او برعکس خودش را بسیار خوب احساس میکند. مثل دیگر زنها برایش برداشتن حمل مشکل نیست. برای همین او در حیرت مانده است. حالا این طور گوی؟ او میگوید از این حمل خودم را بسیار سبک احساس میکنم و گویا کسی از غیب با او کمک میکند. خاموش علیه، این را به کسی نگوی. این کودک را آینده بزرگی انتظار است. این تاجر مکه است سردارم. درود بر شاه ابرهه. میدانی که چرا تو را به اینجا خواستم؟ بگوید عالی جناب. شخصی از قبیله شما کلیسایم را نجس آلود کرد. من تقاضا دارم که او را تسلیم من بکنید. شما از کاری کرده او خوشنود گشتید؟ نه جنابی شاه، ما این را اعتراف نمی کنیم. مردم آزادند، بگذار هرچی را که میخواهند پرستش کنند. اکنون چیکار کنیم؟ اون احمق کاری بدی انجام داد و به سوی وطنش فرار کرد. فرار کرد میگویی؟ شما میدانستید که او کاری بد کرد و گذاشتید که فرار کند. جنابی شاه، اگر خواهید از دنبالش آدم بفرستید، خویش و اقربای من در مکه که جای عبادتگاهی تمام مردم عرب است احترام خاصه دارند. من به آنها امر میکنم که خویشاوندان آن پلید ناکس را دستگیری نکنند و او را به شما سپارند. چرا شما این خانه را اینقدر گرامی می‌دارید؟ مگر خانه نیست که درونش پر از بت‌ها باشد؟ این خانه پدرمان ابراهیم بوده. برای ما خیلی مقدس است. خانه است که عرب را بزرگ می‌دارد. بزرگترین آرزوی مردم عرب این است که بار به سوی این خانه بیاید و آن را زیارت کند. گردی آن طواف کرده رکن به جا آورند و چهار پایان را قربان کنند. او را کعبه نام میبرند. به این هم مقدس بودن آن را همه میدانند. هر کی به نابود کردن این خانه کوشید خود نابود گشت و چندین شاهان را که قصد ویران کردن آنجا را داشتند نابود ساخت. برای مردم عرب آنجا خانه مقدس است. مگر راههای تجارتتان را نگشادم؟ اجازه ندادم مگر که کاروانهایتان به آرامی حرکت کنند؟ پاداشش این بود که در کلیسایم آمده نجاست پرتایید؟ نفرین، این ناممکن است. معنا ندارد آن بت‌های را که نه سود و نه زیان می‌آورند پرستش کرد. بهتر نیست مگر که به کلیسای من بیایید و اینجا را زیارتگاه بکنید. یمن این مکان تجارت شماست و از اینجا شما برای خود رزق و روزی پیدا میکنید و زندگیتان را پیش میبرید. جناب شاه، مردم عرب این پیشنهادتان را قبول نمی کند و برای کعبه حاضرند جان خویش را نثار کنند. سپاه را آماده کنید. اطاعت سرورم. خوش آمدی دوستی همیاری من. مرحمت. درود بر شما عبدالمطالب. چی گپ و خبرهای نو در یمن؟ آنها شاه شدند و ما غلامانشان. با پورگی مطیع آنها و سپاهیانشان گردیدیم. در وضعیتی بدی قرار داریم. خدا خواهد این ابریسیه در گذر است. همه‌اش می‌گذرد. باباهایمان نقل کردند که نصر پسر ربیعه شاه یمن خوابی دیده بود. به نزد 2 نفر دانندگانی تعویل خواب رفت. به آنی که خواب دیده‌اش را به یکی از آنها سیتیخ نقل کند، سیتیخ گفت در خواب دیدی که ولقانی از خود سنگچه‌های تفسانه را جدا می‌کرد. و سیتیخ ادامه داد و آن سنگچه‌های تفسان در سرزمین سیاه بالای سری مردم می‌ریخت و آنها را سوراخ کرده به هلاکت می‌رساند. خوابی عجیب. شاه با او گفت بله این خواب دیده من بود. اکنون تعبیرش را با من بگو سیتیخ. سیتیخ گفت
سوگند به آن دو ماری که در بین حرمند به سرزمین شما حبشها وارد می شوند و آنجا را غصب می کنند. گفت حادثه ترسناک این در زمان سروری من رخ می دهد و یا اینکه در زمان دیگری؟ صدیق گفت دیرتر رخ می دهد، بعد از 60 یا 70 سال به وقوع می پیوندد. شاه پرسید این ناخوشی موقتی است یا همیشگی؟ او گفت بعد از 70 و چند سال این کار خاتمه می یابد، سپس آنها کشته می شوند و باقی ماندهشان فرار می کنند. پرسید که آنها را می کشد و از یمن می راند؟ گفت ایران پسر یزان آن که از ادین خروج می کند و یکی از آنان را در یمن نمی گذارد. پرسید حکومتش چند مدت ادامه می یابد؟ جواب داد زود سقوط می کند. پرسید از دست کی؟ گفت از دست پیامبری با حکمتی که از جانب خدا به او وحی نازل می شود. پرسید اهل کجاست این پیامبر؟ گفت او از فرزندان غالب ابن فخر ابن مالک ابن نضر ابن کنانه. حکومتش در قوم او تا آخری زمان باقی می ماند. این خوابی عجیبی است. پیامبر از فرزندان غالب پسری فخر؟ از قوم تو عبدالمطالب.